شباهت‌ها و همانندی‌های دختر و پسر بیشتر باشد، دو طرف بیشتر مایل به ازدواج با یکدیگر هستند. معمولاً افراد این گروه همانندی‌های قومی، فرهنگی، اجتماعی، ارزش‌های مشترک مذهبی، سن و سال نزدیک به هم، سطح تحصیلات مشابه، علایق مشترک توجه کرده و آنها را بنیان و پایه استواری برای انتخاب همسر و شروع زندگی مشترک قرار می‌دهند. البته آنچه گفته شد به این معنا نیست که اگر دو نفر در برخی از حوزه‌ها و امور با یکدیگر متفاوت بودند، حتما ازدواجشان ناموفق و ناپایدار خواهد بود. زیرا افرادی هستند که علیرغم تفاوت در برخی زمینه‌های جزئی ازدواج موفقی داشته‌اند. پس به طور عام هرچه مشترکات میان طرفین بیشتر و تفاوت‌هایشان در جزئیات باشد، ازدواج و زندگی راحت‌تر و آسان‌تری خواهند داشت. به همین دلیل متخصصان اکثراً معتقدند که اگر می‌خواهید ازدواجی موفق، با ثبات و شادمان داشته باشید، باید به سراغ فردی بروید که خصوصیات و صفاتی نزدیک به شما دارد. نظریه ناهمسان همسری. بر اساس این نظریه، برخی از افراد بیشتر مایلند با افرادی ازدواج نمایند که نه تنها عیوب و نواقص آنها را ندارند، بلکه با ویژگی‌هایشان قادر به تکمیل ضعف آنها میباشند. به بیان دیگر، افرادی را برای ازدواج انتخاب می‌کنند که نواقص آنها را جبران می‌نمایند. مثلا برخی از افراد خجالتی از افراد جسور خوششان می‌آید، یا افراد اجتماعی و اهل رفت و آمد فرد اهل مطالعه و منزوی را جذب خود می‌کنند. پس فرض اصلی نظریه ناهمسان همسری این است که برخی برای ازدواج به دنبال افرادی می‌روند که دارای خصوصیاتی هستند که آنها ندارند، ولی مایلند که آن خصوصیات را داشته باشند. بر طبق نظریه روانشناسان و همچنین آنچه تحقیقات نشان می‌دهد، ازدواج گروه اول یا افرادی که بر طبق نظریه همسان همسری ازدواج می‌کنند موفق‌تر بوده و در رسیدن به خانواده پایدار سربلند می‌باشند. فصل دوم. در جستجوی همسر. نه تنها به دنبال شخصی می‌گردیم که آینده‌مان را با او سهیم شویم، بلکه فردی را می‌خواهیم که بخشی از گذشته‌مان نیز با او مشترک باشد. اگر پدر و مادر یا قوم و خویشی را تحسین می‌کردیم که مرفه بود، به احتمال زیاد در پی همسری هستیم که از نظر مالی تأمین باشد و احیانا کمبودهایی را که در دوران کودکی و نوجوانی احساس می‌کردیم پر کند. اگر احساس می‌کنید